امروزه مجتمعی که سوال ها خیلی زیاد آمده است در موضوع خب زکات و صدقه فطر، یعنی زکات کی ها باید بدهند، به کی بدهند و فضیلت و ثواب و اجر و پاداشی یعنی زکات و صدقه، خصوصا صدقه در ماه مبارک رمضان و فطر روزه، یعنی اطراف این موضوع ها یعنی سوال های خیلی زیاد آمدگی هست. ما تصمیم گرفتیم که برای جواب گردانیدن به این سوال ها و خصوصا اگر خب در نیم ساعت اخیری برنامه سوالی داشته باشید، شما هم میتوانید سوال های خود را در نیم ساعت اخیری برنامه پیشکش کنید. حالا یعنی اونایی که زکات میدهند، اونایی که صدقات میدهند، اونایی که صدقه فطر میدهند، اونایی که دیگران را دستگیری میکنند، یعنی چی اجر و پاداش و چی خیر و برکت و در زندگی میبینیم که چی کار هستند و چی یعنی چگونه زندگی دارند. و اونایی که این کارا رو انجام نمیدهند، نه صدقه و نه زکات و نه فطر روزه و نه هیچ چیز، حالا میبینیم که در زندگی چی حال دارند و چی یعنی زندگی یعنی خشک و خالی و بی برکت و بی سعادت دارند. خب اطراف این موضوع ما صحبت خواهیم کرد. قبل از همه حالا ما باید بدونیم که زکات یکی از رکنهای اساسی دین مبین اسلام به شمار می رود که اون رکنهای پنجگانه است زکات. و زکات کسی که زکات میدهد پروردگار کفیل نگهبان مال اون بندهش هست. پروردگار خود میگه که من کفیل حفظ و حمایه مال اون بنده ایم که زکات میدهد، نه اینکه در حفظ و حمایه، بلکه برکت و سعادت و اون مالی رو که زکاتش رو میدهید حتمی برای شما خیر و برکت و سعادت و خرسندی و خوشحالی میارد. خدای نکرده اگر که زکات مالی رو که ندادید، صد آفت و بلا بالای اون چیز اون ثروتمند میارد. برای همین مسلمان یکی از بنای یعنی یکی از رکنهای اساسی دین مبین اسلام این چی هست؟ یعنی چیز مسلمانی به 5 نوع از کلمه شهادت، نماز و روزه، حج و زکات. یعنی زکات یکی از رکنهای اساسی دین مبین اسلام هست و در اسلام بنای مسلمانی بر 5 هست. یعنی اینو به معنی خانه، حالا کلمه شهادت اگر روپوش باشد، این 4 دیواری که هست 4 طرف، اینا نماز و روزه و حج و زکات هست. خب و هر کسی که این